یاد میدانین که در داخل اینترنت اینا چیکار میکنن؟ اینها با طریق اینترنت زنا میکنن. چگونه؟ در اصل این وجود داشت، من این داشت، این سخن من شنیده بودم، لیکن باز وقتی این برادر پیشنهاد کرد، گفتن صورت میبراید از ممکن دولت‌های روسیه باشد، دولت‌های امریکا باشد، یک صورت دختر میبراید. از این طرف این جوان ما و شما، از آن طرف آن دختر با یکدیگر صحبت میکنن و در حالت صحبتشان سر میکنن. مثال وای از اونجا میگوید تو لباس بدر کن، کرتت بکش، وای هم کرتش بدر میکند. وای از اون طرف این جوان تماشا دارد، این جوان از اینجا اون زن تماشا دارد، وای لباس میکشد، فلان شکش فلان ش میکشد، با طریق همون اینترنت با یکدیگر زنا میکنند. آیا این گناه نیست؟ نخواد در اینترنت ما و شما وقتی داخل میشویم اینقدر علم های زیاد ماندگی، اینها را آموختن برای ما و شما ضرور است، نه با طریق اینترنت زنا کردن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید العینان تزنیان و زناهما النظر. همین برابری است که انتناها همه منافسات کرده است، بس نیست. رسول اکرم میگوید چشم ها هم زنا میکند. زنای چشم چیست؟ نظر کردن بر حرام کرده های الله، این هم زنا میکند. جوانای عزیز بسیار هوشیار باشید، کار کنین که حیات هاتون از دست ندهین. ما امروز غم دخترهامون میخوریم، لیکن همون بچه‌ای که در مکتب میخواند و همون هم زناکار باشد، همین هم یک داغی همون خاندان ما و شماست. بسیاری ما و شما یک عقیده نادرست داریم که بچه هر کاری کند کردن گیرد، لیکن دختر نکند. چی بچه دستی به زنا زند، چی دختر دستی به زنا زند، هر دو در گناه برابر است. هر دو این ما و شما را شرمنده میکند.